این سحر یک زن برای من تلفن کرد، دختری جوان است، آنقدر گریه میکند، سوالش میپرسم، سوالش دادن نمیتونه، فقط گریه دارد. بعدا خیلی که من مانده شدم، زیرا من با درس خود مشغول بودم، گفتم تلفن تا خاموش میکنم. بعدا گفتن که الحال همین سحر من با مادر خود جنجال شدم و وی بر من دعا کرد که خدا از عمرت برکت نیابی. دوستان عزیز، همین دعای مادر آنقدر مرا در تشویش گذاشته است که همین جهان برای من تاریک شده است. من با دلم گفتم باور کن، خوش به حال خواهر عزیز که این دعای بدی مادر که تو را در تشویش افتاده باشد، تو خواهری با ایمان هستی، تو دادر ایماندار هستی که دعای پدر و مادر بدش تو را ناراحت میکنه. برای همین دادرای عزیز، مبادا که از زبان پدر و مادرتان نه برایت